در پریشتینا پایتخت کوسوو صدها دانشجو با نشان حمایت از تیم ملی فوتبال آلبانیا به کوچه‌ها ریختند. بازی مسابقات قهرمانی اروپا بین تیم‌های سربیا و آلبانیا روز 14 اکتبر در پی ماجرای میان فوتبالبازان و مقامات و مخلصان هر دو تیم قطع کرده شد. کوسوو که اکثر اهالیش را آلبانی‌ها تشکیل می‌دهند در پی یک نزاع خونین در سال 2008 از سربیا جدا شد و اعلان استقلال کرد. در کیف پایتخت اوکراین تظاهرگران با نیروهای پلیس در نزد بینای پارلمان درگیر شدند. اعتراضگران می‌خواهند که پارلمان اوکراین مسئله قهرمان‌های ملی اوکراین اعلام کردن اعضای دو گروه ضدنقض چریکی‌ها در سال‌های جنگ دوم جهان را بررسی کند. این پیشنهاد چریکی‌هایی را هم در بر می‌گیرد که در سال‌های جنگ با فاشیستان آلمان همکاری کردند. وزارت داخلی اوکراین گفت دست کم 50 تظاهرگر بازداشت شده است. دادگاه مسکو حکم حبس عضو مجلس شهری کنستانتین یانکاوسکاس را تا 10 دکبر تمدید کرد. یانکاوسکاس از یاران نزدیک سیاستمدار مخالف معروف الکسی ناوالنی می باشد. او با تخلفات مالی در جریان کارزار سال گذشته ناوالنی به حیث نامزد به مقام شهردار پایتخت روسیه ایبدار می شود. خدا روح تمام در کابل رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی از طالبان خواست تا نبردشان علیه مکتب‌ها را ختم کرده به روند صلح بپیوندند. احمدزی که در روز ملی آموزگاران سخن می‌راند، افزایش معاش و جدا کردن قطعه‌های زمین به معلمان در نیم سال آینده را وعده کرده است. از هر معلم در تفلیس فعالان گرجی روز بین المللی عصاهای سفید را جشن گرفتند. این جشن به مردم معلول نابینا بخشیده شده است. در این روز تقریبا 100 نفر از مردم نابینا محصول دستان خود را به نمایش گذاشته خواستار کمک‌های بیشتری دولت به این طایفه شدند. آنها از جمله شکایت دارند که امکانات معلولان در امر دسترسی به تحصیل و جای کار محدود است.